توی قسمت دوم عرایزم که میخوام یه سر عمق بدیم به مطالب، راجع به بحث‌های فنی و ساختار فنی بیت کوین و رمزارزها بیایم صحبت کنیم. یکی از مشکلاتی که ما توی مبادلاتمون داریم مسئله اعتماده. یعنی خیلی ها میگن که اصلا علت پیدایش رمزارزها این بود که ما عنصر اعتماد خدشه پذیر شده بود. یعنی نمیتونستیم به واسطه به کسی که ازش مالی رو میخریم اعتماد کنیم. شما یه معامله ساده الکترونیکی رو در نظر بگیریم. مثلا من میخوام یه بخاری بخرم، میرم سایت دیجیکالا، میگردم بخاری که میخوام و انتخاب میکنم، پول از بانک من خارج میشه میره به حساب دیجیکالا. دیجیکالا بعد اینکه پول رو دریافت کرد کالا رو برای من ارسال میکنه و من اون کالا رو دریافت میکنم. همون مدل سنتی که بالا نوشتیم. ببینید من پول رو میدم، میره واسطه مالی بانک میفرسته به فرستنده. اون وسط ریسکای کلاهبرداری، تأخیر، هزینه، بانک نمیاد برای رضای خدا که این کارو بکنه، یه هزینه‌ای هم میگیره، یه کارمزدی هم میگیره. یعنی من پولو که میفرستم به بانک میده به حساب دیجیکالا، یه پول تراکنش کارمزدی هم از من میگیره هم از دیجیکالا میگیره. بعد که اون برای من کالا رو میفرسته ممکن اون پولو بگیره اصلا نفرسته. خیلی از اتفاقاتی که توی بستر الان اینترنت، اینستاگرام میفته همینه. خیلی از پرونده هایی که مطرح میشه همینه. کسایی اومدن پولو گرفتن و کالا رو نفرستادن. بیت کوین و یا رمزارزها اومدن این چالش رو حل کنن. چالشی که حل کردن چی بود؟ اومدن این واسطه رو حذف کردن. من یادم سال 1397 که من کتابم به همون سال منتشر شد، راجع به همین حوزه رمزارزها نوشتم، در مورد حقوق رمزارزها. همون سال مدعی بودن که خیلی از حتی ایرانیایی که تو حوزه فنی خیلی باسواد بودن، کسایی که خارج از ایران بودن، مثلا من تو چتاشون، تو این اتاقای گفتگوشون حاضر می شدم گوش می کردم، اینا مدعی بودن که رمزارزها اومدن دو تا نهاد از بین ببرن و کامل میخوان از بین ببرن. اولین نهاد بانک، دومین نهاد دادگاه، و سیستم قضایی رو میخوان کاملا از بین ببرن. چرا سیستم قضایی رو میخوان از بین ببرن؟ به خاطر عملکرد قراردادهای هوشمنده. الان جلوتر بریم ماهیت قراردادهای هوشمند رو بخونید متوجه میشین که پر بیرا هم نگفتم و واقعا همینه که اگه واقعا قراردادهای هوشمند اجرا بشه، عملا دیگه ما نیازی به دادگاه نداریم، چون دیگه اصلا اختلافی به وجود نمیاد که به دادگاه بحث برسه. به هر حال اون بحث اعتماد و هزینه باعث شد که این ایده حذف واسطه و معامله رو در رو یا معامله همتا به همتا، نظیر به نظیر قوت بگیره. یعنی اکوسیستم رمزارزها، اکوسیستم بیت کوین معاملات رو اینجوری مدیریت میکنه که هیچ واسطه‌ای در بین نباشه، هیچ مرجعی به عنوان مثلا بانک نباشه که شما بخواید مراوداتتون رو از طریق اون انجام بدین، خودتون مستقیم با همدیگه وارد معامله میشین. در مورد ساختار بلاکچین، ما اگه یه معامله رمزارزی رو بخوایم مثال بزنیم براتون، توی معاملات رمزارزی واسطه نیست. یعنی شما دیگه چیزی به اسم دیجیکالا نداری، شما دیگه چیزی به اسم بانک نداری. شما فروشنده این، من خریدارم، میام به شما میگم که این چند، شما میگیم مثلا این 2 تتر یا 3 تتر، مثلا 10 تتر. از کیف پول شما آدرستون رو میگیرم، مستقیم بدون واسطه اون پول رو، اون رمزارز رو به حساب شما میفرستم. ولی الان ما یه حتی آب نبات هم بخوایم بخریم، کارتی که میکشیم اول میره دست بانک بعد به ما میفرسته. یعنی این چرخشه چیزتر. ولی توی سیستم رمزارزها اینجوری نیستش. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ قرارداد، شما حقوق خوندین، میدونید وقتی که من اینو با شما معامله میکنم یعنی یه قراردادی میبندم.
این قراردادی که من با شما میبندم ماهیتش قرارداد هوشمنده. جزئی‌تر و ریزتر بهتون میگم. ثمن معامله‌مون رمزارزه. ثمن معامله حتما باید رمزارز باشه. بستری که معامله انجام میشه اینترنت نیست، بلاکچینه. یعنی پایه، اینجوری بهتون بگم، پایه ریز زیر اینترنت، روش شبکه بلاکچینه. حالا بلاکچین یعنی چی؟ بلاکچین از دو تا کلمه بلاک و چین تشکیل شده. بلاک یعنی بلوک، همین بلوک هایی که هست. چین هم یعنی زنجیره، بلوک هایی که به هم دیگه وصلن، زنجیروار به هم وصلن. من با شما یه معامله ای میکنم. این قسمتش رو دقت کن. من با شما یه معامله ای میکنم، مثلا میگم این پرزنتر رو فروختم به خانم دهقان. تراکنش این خرید و فروش اینجا ثبت میشه. این فروشی که انجام میشه میگه که در ازای 3 تتر، 3 تتر از طرف، جزئیاتش نمیگم پرزنتر رو خریدا، اینا چیز نمیشه، فقط تراکنشه، اون تراکنش رمزارزی ثبت میشه. میگن از کاربری خانم دهخان که مثلا اینوره 3 تتر به این نام کاربری منتقل شد. اینو اونجا توی بلوک ثبت میکنن. حالا جالب ترین قسمت کجاست؟ میگم این چیزی که الان اینجا میگم برابر با کل کلاس امروزه ها. اینو متوجه نشون اصلا کل کلاس رو متوجه نمیشه. اتفاقی که میفته چیه؟ خانم دهقان توی حساب خودش 10 تا تتر داشته. از این 10 تا تتر 3 تا رو به من منتقل کرده. شبکه بلاکچین شفافه، همه چی. الان من برم کلید عمومی آدرس خانم دهقان رو داشته باشم، میتونم تشخیص بدم توی صرافیش چقدر پول داره، توی والتش چقدر پول داره، همه اینا رو میشه تشخیص داد. میام ماینرها، اینجاست که کار ماینرها رو شما متوجه میشین. ماینرها میان این هش رو بررسی میکنن، این تراکنش رو بررسی میکنن، میگن که خانم دهقان، میرن نگاه میکنن با فرمول های ریاضی، با اون پردازشی که توی شبکه انجام میده، میرن نگاه میکنن، میبینن که واقعا خانم دهقان داشته 10 تا تتر که 3 تاشو به من منتقل کنه، و نگاه میکنن که اون 3 تا تتر به سمت کیف آدرس منم اومده، مشکلی نداره، یه مهر تایید به اون تراکنش میزنن. چند تا ماینر دیگه میان همین کار رو انجام میدن. وقتی که این تراکنش اینجا ثبت شد، تراکنش نفر بعدی میاد روی این ثبت میشه، نفر بعدی میاد روی این ثبت میشه، تراکنش ها اینجوری ثبت میشن و ماینرها میان اینو تایید میکنن. یه بلوک که کامل تموم شد، ماینری که بلوک رو تموم کرده داد میزنه، میگه آقا تموم شد، تموم شد. شبکه بلاکچین میگه که تو این بلوک رو کامل تموم کردی، من بهت جایزه میدم. درآمد ماینرها، عملکرد ماینرها دیگه الان برای شما مشخص شد. ماینرها درآمدشون از 2 تا طریقه. یکی میان معامله من و خانم دهقان رو تایید میکنن، کارمزد شبکه میگیرن، مثلا 2 سنت 3 سنت معامله ما رو تایید کردن، 2 سنت. بعدی تراکنش وقتی کامل میشه، خود شبکه یه جایزه‌ای بهشون میده. مثلا یه دوره‌ای جایزه‌ای که شبکه واسه یه ساخت بلوک میداد 12 تا بیت کوین بود. آره احتمال داشت خیلی هاشون تلاش میکردن ولی زورشون نمیرسید، قدرتشون نمیرسید. حالا جلوتر میگم عمل کردشون، باز یه جزئیات دیگه از ماینرها میگم. بعد که چیز شد، ماینرها میان تایید که کردن، بلوک که ساخته شد بهشون یه جایزه‌ای میدن. اون جایزه یا پاداش شبکه میشه درآمد اصلی ماینرها. دومین درآمدشون کدومه؟ دومین درآمدشون موقعیه که دارن تراکنش هایی که انجام شده رو تایید میکنن و وقتی این تایید ها انجام میشه، شبکه خودش بهشون یه کارمزدی میده. بعد پول و یه سری از موضوعات مرتبط با پرونده های صرافی هم همینه. صرافی ها
شما مثلا میرین ریال میریزین، رمزارز میریزین، دلار میدین، رمزارز میخرین، آدرس کیف پول شما رو میگیره بهتون رمزارز بفرست. بعضی وقتا گفتم بهتون اینجا میاد تایید کنه، ماینر میاد تایید کنه. بعضی وقتا کارمزد شبکه میاد پایین، برای ماینر نمیصرفه. یهو میبینید مثلا تایید یه تراکنش 2-3 ساعت زمان برد. بعضی وقتا هم میبینید اصلا تایید نشد تراکنش، یعنی ماینری نرفت، بعد دیگه تراکنش های بعدی اومدن، تراکنش تو اصلا از محو شد و از بین رفت. خیلی وقتا صرافی رمزارز رو میفرسته برای طرف میگه آقا نیومده، تو شبکه هم میبینه میگه واقعا نیومده. بعد چند ساعت یه بار دیگه میفرسته، این بار دوتایی با هم میره. قدیم یادتون SMS نمیرفت، با یه SMS دیگه میفرستم یا زنگ میزدیم که هول بده SMS بره به طرف برسه. دقیقا یه همچین وضعیتی پیدا میکنه، یعنی 2 تا تراکنش رو که میزنه هر دوتا با هم میرن، دیگه شروع میکنه بیا استرداد یکیشو از طرف بخوا و چالش های اون و دعاوی اون حوزه که مطرح میشه که بازم اونم پیچیدگی های خودشو داره. مثلا طرف میاد میگه که اون والت من نبوده، نمیدونم، خیلی ایرادات خیلی مختلف. مثلا من یکیش مال صرافی بود، یکی از صرافی های معروف همین تهران، همین اتفاق افتاده بود، کارمندشون اشتباه کرده بود، 2 بار زده بود به شخص. به اون شخصی که زده بود ترکیه بود و دیگه پیداش نمی کردیم ازش، اون 1 بار اضافه‌ای که زده رو بگیریم. بیچاره اون کارمنده مجبور شد از جیب جبران خسارت صرافی رو بکنه. یکی از مشکلاتی که اول عرایزم گفتم این بود که 2 بار خرج کردن توی رمزارزهای قبلی حل نشده بود و باعث شکست این رمزارزها شده بود، ولی توی بیت کوین این موضوع حل شد و توی رمزارزهایی که بعد از آقای ساتوشی ناکاموتو ایجاد شد این موارد همگی برطرف شده و دیگه مثل قبل نیستش که خیلی از صرافی‌ها، خیلی از رمزارزها از طریق ماین و ماینینگ ایجاد بشن. بیت کوین چجوری ایجاد میشد؟ این شبکه مثلا شما این بلوک رو میساختیم بهتون 10 تا مثلا جایزه میداد، 50 تا جایزه میداد، اون 50 تا میومد تو چرخه خرید و فروش میشد. یه نکته ای رو داخل پارانتز خدمتتون بگم، بذارید اینجا رو تموم کنم بعد اینو بگم. حالا این بلوکه ساخته شد، عنصر اصلی توی شبکه بلاکچین رمزنگاریه، یعنی شما با رمزنگاری امنیت این شبکه رو حفظ میکنید. علاوه بر کسایی که ماینرن و میان کنترل میکنن که کلا سر کسی نره یا تراکنش فیکی ثبت نشه، رمزنگاری هم خیلی به دادشون میرسه. این بلوک که بسته شد تموم شد، یه هشی ایجاد میشه، یعنی این بلوک، کل بلوک رمزگذاری میشه، یه رمزی بهش میدن. اون رمزه که بالای بلوکه میاد، البته اینجا اینا رو برعکس نوشتن، میاد اول تراکنش بعدی، یعنی پایین تراکنش بعدی، بلوک بعدی پایین ترین قسمتش قرار میگیره. دوباره اینا میان بالا، قفل میشه، با اون چیزی که قفل شده میاد تو بلوک بعدی اولین تراکنش یا پایین ترین. به این وصل شدنه میگن بلاکچین و زنجیره بلوک. قابل تقلب، قابل هک نیست، به خاطر اینکه کسی بخواد این بلوک رو هک کنه باید بلوک بعدیش هم هک کنه، باید بلوک قبلیش هم هک کنه و این عملاً یه چیز غیر ممکنیه. کل بیت کوین های دنیا قرار 21 میلیون عدد بشه. بیشتر از 21 میلیون عدد ما بیت کوین نخواهیم داشت. این 21 میلیون عدد چجوری به دست میاد؟ با همین شبکه که ساخته میشه، بلوک ها که ساخته میشن بهشون جایزه میدن، اینا میشن همون بیت کوین هایی که تولید میشن. نکته جالب اینجاست که شبکه رفته رفته سخت میشه. هر 4 سال 1 بار پاداشی که شبکه میده نصف میشه.
الان چنده؟ 3.125. آره 3.125 میده. مثلا به قول دوستمون از 50 شروع شده داره میگه 3 19 میلیون و 500 هزار خورده ای بیت کوین هم استخراج شده. یعنی چقدر مونده؟ یه چیزی هولوش 1 میلیون و 500 اینا. همین 1 میلیون و 500 تا سال 2140 طول میکشه. سختی شبکه از بس رفته زیادتر میشه، انقدر دیگه اون پاداشه میاد پایین، تراکنش ها کمتر میشن، اون دیگه نمیصرفه، یا اینا کند میشن، یا حالا هر چیزی. بعد آره کامپیوترهای قوی تری میخواد با سی پی یو های قوی تر، کارت های گرافیک اصطلاحاً جی پی یو میگن، سی پی یو اینا قوی تر. و یه نکته خیلی جالب بهتون بگم، این که یه آقایی، یکی از مفتیای اگه اشتباه نکنم ازبکستان بود، بحرین یکی از مفتیهای بحرین اومده بود و یه مقاله نوشته بود و با استدلال‌های خیلی قوی ثابت کرده بود که بیت کوین اسلامی ترین پول ممکن دنیاست، چون ضد تورمه. وقتی 21 میلیون عدده، دیگه بیشتر از 21 میلیون عدد نمیشه. ولی بانک مرکزی کشورهای اسلامی پول کم میارن، شروع میکنن به پول چاپ کردن. توکن سوزی ندارن، پول سوزی ندارن. ولی بیت کوین نزدیک 8 میلیون بیت کوین دست کساییه که مردن و رفتن و آدرس کیف پولشون و اینا همش پریده. یه آقایی هست معروفه، البته میگن اینجوری هم که میگن نیست، چند سال پیش نمیدونم چند هزار بیت کوین توی یه دونه هارد اکسترنال گم میکنه و میگن سالهاست که توی زباله‌دانی شهرداری، ژاپنی بود چینی بود فکر میکنم، آره یه که تو زباله ها داره میگرده دنبال این که امسال دیگه بیخیال شد، نتونست پیدا کنه دیگه بیخیال شد، چون میگن حتی اگه مونده باشه پیدا هم بشه دیگه اون ابعاد فنی اون سیستم دیگه فاسد شده و قابلیت کار نداره. نکته مهمی که اینجا میخوام خدمتتون بگم و این توی بحث حقوقی و کارهایی که انجام میدین هم خیلی مهمه. ببینید ما 2 مدل تایید تراکنش های رمزارزها رو داریم، بیشتر از 2 تا 12 تاست، ولی 2 معروف ترینشه. یه سیستمی بر اساس قدرت اثبات کاره، قدرت اثبات کار یا اثبات کار، گواه اثبات کار، proof of work. یعنی این که من هر چقدر بیشتر تلاش کنم بیشتر کاسب میشم. ماینرهای بزرگی داشته باشم، ماینرهای حرفه‌ای داشته باشم، تلاش بیشتری رو انجام بدم، برق بیشتری رو مصرف بکنم، چیزی که به دست میارم خیلی زیادتر. این میشه proof of work. یه دونه proof of stake داریم. توی proof of stake چیزی که انجام میشه میزان وثیقه شماست، میزان دارایی شماست که بیت کوین با proof of work کار میکنه، یعنی قدرت اثبات کار میکنه. اتریوم با قدرت اثبات سهام. توی سهام چجوریه؟ توی اثبات کار که مشخصه، ماینرها میان همونجوری که توضیح دادم تراکنش ها رو تایید میکنن، توی اون بلوک ها میسازن و از جایزه‌ای که شبکه بهشون میده منتفع میشن. توی اثبات سهام اینجوریه که من 2000 سهام دارم، 2000 مثلا اتریوم دارم، خانم شاهی 5000 تا داره، خانم دهخان مثلا 18000 تا داره. خانم دهخان چون از همه ما بیشتر اتریوم داره، خانم دهخان میاد اون تراکنش ها رو تایید میکنه توی سیستم. نمیدونم نکتهش رو گرفتین یا نه. توی سیستم قبلی هر کی کامپیوتر قوی تری داشت، هر کی ماینر قوی تری داشت، سیستم سخت افزاری قوی تری داشت، اون پاداش میگرفت. توی سیستم اتریوم هر کی دارایی بیشتری داره و این خودش یه بحث خیلی 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 چالش برانگیزی تو محافل رمزارزها شد.
خیلی اومدن گفتن که بابا رمزارز اومد که دولت رو حذف کنه. سال 2008 دولت ها باعث این همه بحران شدن، بحران اقتصادی، بحران چیز شدن. بعد سال 2008 وقتی این اتفاقا رو خود دولت ها رقم زدن، شما الان اومدین باز قدرت رو دارین، ثروتمندا رو ثروتمندتر میکنید، فقیرا رو فقیرتر میکنید. مالک اتریوم اومد گفت اشتباه نکنید، کسایی که ثروتمندن بیشتر نگران پولشونن، اونا هوای شبکه رو دارن تا پول خودشون از بین نره. و اینجاست که من به ثروتمندا اجازه دادم که کنترل شبکه رو به دست بگیرن. حالا اینکه این موضوع تا چه اندازه درسته تا چه اندازه غلطه نمیدونم، ولی یه بحث فلسفی و حالا بگیم جامعه شناسی هم پشت این داستان دو مدل سیستم کار بود. شبکه اتریوم خارج از این که خیلی شبکه مهمیه، خیلی بلاکچین مهمیه، وجود قراردادهای هوشمند، استارت قراردادهای هوشمند از شبکه اتریوم ایجاد شد. خیلی از دی اپ ها Decentralized Application، خیلی از دی اپ ها روی شبکه اتریوم نصب شدن و نصب میشن و به خاطر همین شبکه خیلی مهمیه. تو یه جایی هست این مدل فناوری هاشون رو به صورت شکلم گذاشتم. گفتم بهتون که تو اون بلوک ها توضیح دادم. اینجا به صورت شماتیک میگه که من و خانم دهقان یه معامله رو انجام دادیم، من پرزنتم رو فروختم، ایشون 3 تا تتر به من روی شبکه منتقل کرد. مخابره تراکنش جدید داد میزنن که آقا یه تراکنش جدید اومد، خودتون رو برسونید، ثبت شد. جمع آوری تراکنش ها در بلاک، میگن که خانم دهقان تراکنشش الان بلاک مثلا 140 داره ساخته میشه، بره تو بلاک 140 جمع میکنن. تلاش برای یافتن گواه اثبات کار، تلاش میکنن ببینن آیا این تراکنش فیک جعلی خانم دهقان واقعا داشته نداشته. همزمان شاید 3 تا تتر به من داده، 3 تا تتر هم به یه شخص دیگه داده، همون 3 تا رو داده چون هنوز تایید نشده دیگه. همه اینا رو انجام میدن. مخابره بلاک به تمام نودها. نود اعضای شبکه رو میگن، با اون نودی که تو ذهن شماست خیلی متفاوته. این NOD، اون NUD. نود اعضای شبکه رو نود میگن. میگه به همه شبکه، به همه اعضا مخابره میکنه، میگن که آقا یه تراکنش جدید ساخته شد. علت امنیت بلاکچین هم همینه. اون تراکنشی که ساخته میشه روی بلاکچین میره، یه نسخه‌شو من دارم، یه نسخه‌شو شما داری، یه نسخه‌شو شما داری، همه یه نسخه از اون تراکنش رو دارن. اگه بخوان روی یکیش تغییر ایجاد کنن نمیتونن تو بقیه که تغییر ایجاد کنن. امنیت شبکه بلاکچین از همینجا میاد. میگه این تراکنش که ساخته شد به نودها مخابره شد، نودها اینو توی حافظه یا حالا کامپیوترشون، گوشیش، هر جا که باشه ثبت میکنن و دیگه تغییر پذیر نیست. و مخابره به تمام نودها میگن آقا ما ساختیم، اینو ما تاییدش کردیم، دیگه بعضی هم که روش دارن کار میکنن کار نکنن. بعد پذیرش بلاک معتبر، کار شروع میشه بر روی بلاک بعدی، یعنی اون بلاکی که تموم شد میره سراغ بلاک بعدی. آلت کوین ها، ما تا اینجا هر چی صحبت کردیم راجع به بیت کوین بود. آلت کوین به هر چیزی غیر از بیت کوین آلت کوین گفته میشه. یعنی تمام رمزارزهای غیر از بیت کوین رو آلت کوین میگن. آلترناتیو و کوین که ترکیبش شده آلت کوین. یه سری ایرادات بیت کوین، یه سری ایراداتی که بیت کوین داشت باعث شد که آلت کوین ها ایجاد بشن. یعنی هر کدوم از آلت کوین ها اومدن یه سری از ضعف های بیت کوین رو حذف کردن. و مثلا یکی که خیلی چیز داره،
معروفه و خیلی چی میگم مهمه، سرعت تراکنش های بیت کوینه. یعنی مثلا بیت کوین توی فکر میکنم یادم نیست دقیقا، ولی یه عدد همچین حالتی توی یه دقیقه 6 تا تراکنش، توی یه ثانیه 6 تا تراکنش، یه همچین چیزی که خیلی، یعنی شما میخواین یه تراکنشتون انجام بشه خیلی باید منتظر بمونید. قدرت شبکش اصطلاحا میگن مقیاس پذیری. مقیاس پذیری یعنی توی یک ثانیه، توی یک بازده زمان تعداد تراکنش هایی که میتونه انجام بده. مقیاس پذیریش خیلی پایینه، یعنی خیلی کنده. ولی آلت کوین های بعدی اومدن مثلا اینو برطرف کردن. یا مثلا بلاکچین بیت کوین فقط برای ثبت تراکنشه، دیگه هیچ کار دیگه ای نمیشه انجام داد. ولی بلاکچین اتریوم علاوه بر نقل و انتقال اتریوم، ثبت اتریوم میشه قراردادهای هوشمندم روش سوار کرد. یعنی اومدن رفته رفته امکانات زیادتری رو بهش اضافه کردن. نسل دوم بلاکچین، قراردادهای هوشمند و پول قابل برنامه‌ریزی. این بحث پول قابل برنامه‌ریزی شاه کلید قراردادهای هوشمنده. یعنی ما فقط این قسمت رو بفهمیم، قراردادهای هوشمند رو فهمیدیم. قراردادهای هوشمند قراردادهایی هستند که بعد از اینکه انعقاد پیدا میکنن، بعد از اینکه بسته میشن، خود به خود اجرا میشه. دیگه نیازی به اجرای شما ندارن. وقتی نیازی به اجرای شما نداشته باشن، یعنی توشون نقض، فسخ اتفاق نمیفته. نقض و فسخ هم اتفاق نیفته، چی میشه؟ دیگه ما نیازی به دادگاه و پاسگاه نخواهیم داشت. شما برای چه کاری میرین دادگاه؟ میرین بگین طرف به تعهدات قراردادیش عمل نکرد. توی قرارداد هوشمند اصلا دست طرف نیست، خود قرارداد انجام میده. میرین دادگاه که بگین آقا فسخ، میخوایم فسخش کنیم. اصلا دیگه نیازی به این کار نیست، چون قراردادهای هوشمند قابل فسخ نیستن، فسخ نمیشه. اقاله میشه. پول قابل برنامه‌ریزی چرا میگن؟ ما یه توضیحی راجع به خود قرارداد هوشمند ابتداً بهتون بدم، بعد وارد بحث ادامه بحث بشیم که نسل سوم بلاکچین ها رو بگیم تا قبل از این که از اینجا خیلی فاصله گرفتیم. اینو من فقط به خاطر اینکه ضبط میشه برمی‌دارم. ببینید ما اینو شبکه بلاکچین در نظر بگیریم. این یه پلتفرم بلاکچینه. قرارداد هوشمند این یه طرف قرارداده، اینم یه طرف دیگه قرارداده. اینا میان یه معامله ای رو با هم انجام میدن. معاملهشون چجوریه؟ همون بیایم مثال بخاری فروختن رو بهتون بگیم. طرف میاد میخواد یه بخاری بخره با استفاده از قرارداد هوشمند. فرمولی که دارن چجوریه؟ شخص خریدار حتما توی قرارداد هوشمند باید با رمزارز پرداخت کنه. شخص خریدار میگه آقا من یه بیت کوین میدم روی بلاکچین. این نکته رو همینجا یادتون باشه، روی بلاکچین ریال و تومن و دلار نمیشه معامله کرد، حتما باید رمزارز باشه. شما میگین که من بخاری رو میخرم، در ازای یه بیت کوین از شما میخرم بخاریتون رو. طرفم میگه آقا من میفروشم. میان قرارداد هوشمند مینویسن. وقتی قرارداد هوشمند رو نوشتن و تایید کردن، دکمه رو زدن که این قرارداد اجرا بشه،
این یه دونه بیت کوین این آقا تو شبکه بلوکه میشه. توی شبکه بلوکه میشه تا وقتی که این شخص بخاری رو دست این برسونه. دست این که رسید، شبکه متوجه شد که این دستش رسیده، این پول آزاد میکنه به دست این ور منتقل میکنه. حالا این مثال سادهش بود، یه ذره مثال رو پیچیده ترش کنیم. یه شخصی وصیت میکنه که بعد از فوتم توی یه موضوع چند تا مسئله مهم رو میگم و خیلی حواستون رو به این نکته بدین. شخصی وصیت میکنه من تمام داراییم رو جمع کردم شده 20 تا بیت کوین. از نظر قانون اسلام، جمهوری اسلامی، من فقط اندازه 1/3 داراییم میتونم وصیت کنم، ولی من این کار رو انجام نمیدم. من تمام داراییمو میفروشم، میذارمش توی والتم. یه قرارداد هوشمند با خانم شاهی، خانم دهخان، آقای احمدی می نویسم. یه قرارداد هوشمند برای این دوستان ایجاد میکنم. میگم بعد از فوت من بلافاصله یه دور از جونی تو دهنتون بچرخه، چون منتظرن فوت. بعد از فوت من 10 تا بیت کوین مثلا خانم شاهی، 5 تا بیت کوین خانم دهخان، 5 تا بیت کوین آقای احمدی بره. به محض اینکه ثبت احوال زد جوادی فوت شد، به محض اینکه ثبت احوال اینو زد، بلافاصله شبکه این بیت کوین ها رو ارسال میکنه. چند تا قانون اینجا نقض شد؟ من بعد از وصیتم نسبت به کل داراییم وصیت کردم. انتقال من بلافاصله بعد از مرگم شد. انتقال من بدون در نظر گرفتن دیون و فلان و بیسار و همه این انجام شد. این قدرت قرارداد هوشمنده. حالا شاید برای شما سوال باشه، شبکه قرارداد هوشمند، شبکه بلاکچین، از کجا میفهمه من فوت شدم؟ آفرین. هر قرارداد هوشمندی که نوشته میشه یه سری اوراکل ها پایگاه های اطلاعاتی هن. به یه سری از اوراکل ها وصل میشن. یعنی چی؟ مثلا به ثبت چیز وصل میشه، یا شما مثلا خرید میکنید، معاملات بین المللی انجام میدین، به گمرک اون کشور وصل میشه. اوراکل ها پایگاه های اطلاعاتی هن که به شبکه دستور میدن، به شبکه میگن که چی کار کنه. حالا یه ذره موضوع رو پیچیده ترش کنیم. بیایم یه معامله بین المللی رو در نظر بگیریم. من و آقای احمدی پا میشیم میریم هندوستان، از خانوم دهقان چای میخوایم بخریم. ایشون تاجر هندی هن، چای میفروشن. میگیم خانم دهقان چند؟ میگه که هر تن 1 بیت کوین. میگم پس به من آقای احمدی 10 تن بده. ایشون هم میگه آقا 10 تا بیت کوین میشه. میگم اشکال نداره. میگه ما قرارداد هوشمندمون رو اینجوری مینویسیم. اینو نه، این خانم دهخان نیستم، یه خانم دهخان دیگه مینویسه. میگه که فروشنده که خانم دهقان 10 تن میخواد چیز به ما بده، ما در ازاش 10 تا BTC. میگم که من 10 تا بیت کوین رو دادم، شما که غریبه این، اصلا شما رو نمیشناسم، از کجا معلوم که شما به من بفرستین 10 تن چای رو؟ میگه اشکال نداره، بیا با هم دیگه قرارداد هوشمند ببندیم.
میگم بسم الله. میگه که من اینو برای شما که ارسال کردم اومد گمرک کشور خودم 2.5 حالا بگیم 2 تا بیت کوین توی شبکه به سمت من بیاد. از گمرک من گذشت، رسید به گمرک شما. گمرک ها اوراکلن دیگه، اطلاعات میدن. زدن که این وارد مرز ایران شد، 2 تا بیت کوین دیگه به حساب من بیاد. از مرز من گذشت، اومد وزارت بهداشت تو تایید کرد، 2 تا بیت کوین دیگه. وزارت بهداشت هم یه اوراکل دیگه، همه اینا رو وصل میکنن به این قرارداد هوشمند. 2 تا بیت کوین دیگه به هم بده. و رسید در انباردار تایید کرد 2 تا بیت کوین. 10 روز بعد از اینکه گرفتی 2 تا بیت کوین آخرم اون موقع بده. حالا اتفاقاتی که میفته چیه؟ اول اینه که این 2 تا بیت کوین ها که توی شبکه به سمت خانم دهقان میرن قابل برداشت نیست. خانم دهقان باید تا آخرین اقدام منتظر بمونه. بلوکه میشه تا آخرین اقدام که تایید شد، تموم شد، بعد میتونه برداره. حالا شاید به ذهن شما سوال بشه که اگه من و آقای احمدی اومدیم خواستیم زرنگی کنیم، تبانی کنیم، زرنگی کنیم، انباردار که از خودمونه، میگیم آقا وارد نشد، نزن. درسته منم دیگه این پول دستم نمیرسه، میگم بذار دست خانم دهقانم نرسه. بفهمه ایرانیا چه جنمی دارن، میان سر تاجرای هندی رو کلاه میذارن. یه سالی من رفتم تفلیس برای سفر تفریحی، هر جا میگفتم ایرانیم یه ذره چپ چپ نگاه میکردن. یه شیرمرد ایرانی رفته بود تفلیس با خود شهر تفلیس، توی این شرکت های پانزی نزدیک نمیدونم 5000 نفر چقدر جیبشون رو خالی کرده بود. گفته بود بیاین به این پول بدین که من براتون رمزارز میخرم و سود میکنه از این داستانا. و جیبشون رو خالی کرده بود، فرار کرده بود، رفته بود. بعد اون سال خیلی از چیزا. خلاصه ما می‌خواستیم همین برنامه رو خانم دهقانم پیاده کنیم. میایم آخرین مرحله به انباردارم میگم نزن، تاییدشو نزن. قرارداد هوشمند اینجاشه که خیلی مهمه. قرارداد هوشمند متوقف نمیشه، به بنبست نمیرسه. توی قرارداد هوشمند قید میکنن که اگه جوادی بعد از اعلام اوراکل آخر تا 3 روز دیگه تایید نکرد، شبکه پول خودش بده. شاید باورتون نشه، هواشناسی یکی از اوراکل هاست. یعنی تایم رسیدن بار به مقصد رو با هواشناسی هم چک میکنن. مثلا اگه گفته 7 روزه باید برسه، شاید هوا بارونیه. اوراکل اگه بگه هوا بارونیه 2 روز میندازن اونورتر. همه چیش هوشمند. یعنی اصلا بنبستی نداره. واسه همینه که نوشتن یک قرارداد هوشمند خیلی 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 کار سختیه. شما باید تمام موقعیت ها رو تو ذهنتون داشته باشید. من یه دوره توی یه شرکت دولتی کار میکردم، مدیر قراردادی بودم. شاید مثلا این بحث مال حداقل 7 سال پیش، 8 سال پیش. تازه این بحث قراردادهای هوشمند و همه اینا اومده بود. یه دونه معامله ساده با چین، یه خرید و فروش خیلی ساده بود. لوله، از این لوله پولیکاها هست. قرارداد هوشمندش رو نوشته بودن، این همه شده بود کاغذیش. یعنی از روی میز حساب کنید این همه قطرش بود. به خاطر اینکه به تک تک موقعیت‌ها باید برنامه داشته باشی. حقوقدانا روی کاغذ می‌نویسن،
میدن به مهندسین کامپیوتر، اونا کد میزنن. الان میرسیم جلوتر که کد همان قانونه. کد میشه تبدیل میشه به قرارداد و قانون. ببینید قرارداد هوشمند یک چیز از پیش تعیین شده یه چیز نیستش. قرارداد هوشمند فقط یک نوع قرارداد الکترونیکیه که ویژگی اصلیش اینه که روی بلاکچین نصب میشه، اجرا میشه. اونم به خاطر اینکه تقلب نشه، اونم به خاطر اینکه تغییر نکنه، اونم به خاطر بحث امنیتیش. دومین ویژگیش اینه که واسه تمام شرایط یه برنامه‌ای داره. یعنی مثلا شما الان از دیجیکالا خرید میکنید، دیجیکالا بهتون گفته 7 روز دیگه ارسال میکنه. یه بمب خورد وسط تهران، تمام چیزا به تأخیر خورد. میخواین چیکار کنید؟ قرارداد به کجا میرسه؟ طرف بیاد دوباره ادامه اون قرارداد آیا بده نده، به اون ملتزم بشه نشه. ولی قرارداد هوشمند اینجوری نیست. قرارداد هوشمند میگه هر حادثه‌ای پیش اومد، این موارد جلو پاتون هست، این کارا رو میتونید انجام بدید. فقط انعطافش خیلی بالاست. یعنی کسایی که قراردادهای هوشمند می‌نویسن آدمایی باید باشن که همه جانبه بتونن همه چیز رو در نظر بگیرن. نسل سوم بلاکچین ها، نسل اول که شد بیت کوین، نسل دوم شد اتریوم که دی اپ ها، اپلیکیشن ها و اینا روش نصب میشد. نسل سوم بلاکچین ها همون کارهای نسل دوم انجام میده، با این تفاوت که مثلا یه بلاکچینی توی یه ثانیه 6000 تا تراکنش رو مدیریت میکنه. یعنی اون مقیاس پذیریشون میره بالا، تعداد نودهای شبکه میره بالا، تعداد افرادی که مثلا از اون شبکه میتونن همزمان بهره مند بشن میره بالا، پایداریش بالاتر میشه، تعامل پذیریش هم گفتیم بالاتر میره. اثبات کار، اثبات سهامو گفتم بهتون.